من از بی‌حجابی زنان امروز حیران نمی شوم. از لباس های تنگ و نیم برهنه‌ای که به بر می کنند هم در حیرت نیستم، بلکه از آن در حیرتم که آنها از خانه هایی می برآیند که در آنجا مردها وجود دارد. مگر غیرت مردان امروز تا به همین درجه پست شده است که زنان و دختران و خواهرانشان از خانه بی‌حجاب و با لباسهای تنگ و نیم برهنه می برآیند و در کوچه و بازارها سیر و تفریح می کنند؟ ای مردان مسلمان، غیرت شما کجا شد؟ مسلمان واقعی در اهل و عیالش غیرت دارد. آیا می دانید که مردی بی غیرت دیوس است و دیوس داخل جنت نمی شود و جنت برایش حرام است؟ در روایت امام احمد آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 3 طایفه مردمی هستند که جنت برایشان حرام است. یکم، کسی که همیشه شراب می نوشد. دوم، کسی که پدر و مادر را می رنجاند. سوم، مردی دیوسی که کار منکر و غیر شرعی را در اهل و عیالش می بیند و دم نمی زند. روایت احمد.